يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اینجا نکن مسئله موند. مسئله یعنی رضاعه، الرضاع با کسر گویم هم میشد، با فتح گویم هم میشد. الرضاع گویم هم میشد، الرضاع گویم هم میشد. یعنی شیر دادن وقت معین دارد یا که فرقش نیست. قول جمهور اهل علم، یعنی حدیث های صحیح دلالت میکنه که چیز رضاعه چی دارد؟ وقت دارد، یعنی وقت دارد، وقت معین دارد. این چه؟ الرضاعة ما كانت من المجاعة، ما فتقت الأمعاء. الرضاعة ما فتقت الأمعاء، ما فتقت الأمعاء والثدي، في الثدي. ودي رواية عندنا. نعم، الرضاعة ما تنبت العظم واللحم، والرضاعة چی میشد؟ یعنی من المجاعة. والرضاعة نعم في چی؟ حولین. انا من همه ممنوع چی به دلاله میکند؟ رضاعه که شیری که مد در اعتبار بگرفته میشود، این چی؟ از 2 ساله پس باشد. از 2 ساله پس. بعد از 2 سالگی خلاص و شیره یعنی بوشکاش که خورد که تاثیر نمیکنه. فهمده؟ تاثیر نمیکنه. هم به سعید بن مسیب چی میگوید؟ فإذا كانت الرضاعة بعد الحولين فإنما هي طعام من الأطعمة. اگر از 2 ساله کلان شیر تیاد و یک مثل ناخوردگی، سیب خوردگی و این چیز یعنی. فهمدید؟ فهمدید؟ ایدان چه؟ همینه که گفتیم تا 2 سالگی باشد، اما 2 سالگی بالا دیگه وای چی میکند؟ یعنی گفتیم تاثیر نمیکند. چی نمیکند؟ گفتیم تاثیر چی نمیکند؟ تاثیر نمیکرده است، یعنی تاثیر نمیکرده است. نه فهمدید این مسئله؟ و کذالک یعنی چی؟ الرضاعه یعنی چی قدر؟ 1 سال شیر تیاد، 2 سال، 1 ماه، 1 بار، 2 بار، 3 بار. اینجا هم یعنی چی شد؟ اختلاف شد. چند بود شد؟ اختلاف شد. بعض اهل علم مثل امام مالک رحمه الله موطن دیگر ها گفتن که چوای مس واحده، 1 بار شیر خورد که چی میشد؟ یعنی تاثیر میکند. لیکن جمهور امام احمد و اسحاق و جمهور اهل علم چی گفتن؟ یعنی 3 بار. برای که رسول صلی الله علیه و سلم گفت که نعم لا تحرم المصة ولا مصتان. 1 مصه منده، 1 بار خوردن، 2 بار خوردن تاثیر نمیکند. ایزان گفتن چی؟ 1 بار 2 بار تاثیر نکنه، چند بار تاثیر میکند؟ 3 بار تاثیر میکرده است. لیکن نعم قول قوی تر خیلی که امام احمد میگوید که و هذا المذهب قوی میگوید 5 بار. برای که حدیث مسلم اند اومدگی، حدیث عایشه اول اومدگیشند قرآن اند نازل شدگیشند چند بار بود؟ 10 بار بود. چون 10 بار چند به نازل شد؟ نسخ شد 5 رضاعات معلومات به نازل شد. 5 رضاعات چی به معلومات به چی شد؟ یعنی نازل شد. 5 رضاعات و معلومات به چی شد گفتیم؟ یعنی نازل شد. فهمدید؟ اذن یعنی همین قول که میگوید امام شافعی و اسحاق همین قول گفتن و امام احمد رحمه الله گفت که هذا مذهب قوی. ترمذی رحمه الله امام احمد قول میکنه هذا مذهب قوی وجبنا ان يقول فيه شيئا. جبونه یعنی مذهب کلام گفتن به ترسید، یعنی جبونه فاعل امام احمد بمیگردد یا که دیگر قائل بمیگردد، الله اعلم. المهم یعنی قول امام احمد گفت که یعنی چی گفت؟ این مذهب قوی گفت، یعنی مذهب چی؟ 5 بار شیر. ایزان چند بود است عددش؟ 5 بار. عددش چند بود است؟ یعنی 5 بار بود است. یعنی نه، این قول امام شافعی و امام اسحاق ابن راهویه گفتن که چی گفتن؟ یعنی قول عایشه
حدیث گرفته گفتن که 5 بار، یعنی 5 بار معناش یعنی گفتن نبی 5 بار کودک خودش تا مثلا هم میگیرد تا سیر شبیشه چه میخورد، یک بار صبح میشه. دویم بار مثلا وای مثلا هم ادانش میبرورد میگیرد مثلا چی میکند فرقش نه، تا یک بار سیر شبیشه یعنی فهمدید، نه یک بار حساب بکنیم. الان خیلی 5 بار یعنی 5 روز میشن میشن، یعنی چند بار که شود 5 بار تو سیر شویش اگر شیر خورد همین انده این شیر چی میکند یعنی تاثیر میکند. فهمدید؟ از این کم باشد یا که از 2 سال کلون باشد این شیر چی گفتیم یعنی تاثیر نمیکند. شیر چی بدست یعنی تاثیر چی نمیکرده است یعنی. نه یعنی معناش تو سیر شویشه، یعنی مثلا آدم از سحر تا بگونه نمیخورد که یک بار خورد سیر شود خلاص میموند، یعنی کودک هم میخواد یک بار مثلا تو سیر شویشه میخورد یعنی باید مثلا خورد یک بار بود دیگه چی داشتن از درون نخورد بود باید باید بار بخون همچنان فرق میشه. ممکنه مابین یک ماه بتیاد که 5 بار یعنی فهمدید، یعنی مثلا هفته به یک بار، هفته آینده به یک بار، هفته آینده به یک بار مثلا فهمدید، یعنی وای کودک مثلا دورنده هفته به یک بار میبیارن، یک بار میبیارن مثلا یک بار میخورد، سون 2 بار میبیارن، 3 بار میبیارن، 4 5 بار، همین 5 بار که چی میشه یعنی وای کودک چی میشه یعنی همین چیز حکم چی به همین محرمیه به چی میشه یعنی میدارد یعنی. فهمیدید یا نفهمیدید مسئله؟ هم مسئله چی میشه یعنی مسئله رضاع گفته همین میگن یعنی اینجا با مسئله یعنی این چیز قول امام احمد جمهوری چی میگن که یعنی اینجا یعنی نام احیانا میشد که یعنی نام اصلا همین خیلی که وای زنی که شیر میتیاد یعنی چی باشد یعنی خودش تولد کرده باشد، شوهر داشته باشد، یعنی سبب شیر چی میشد کودک میشد، همین خیلی نه و سبب کودک بعد یعنی چی شوهر. لیکن احیانا همین خیلی میشد میگوید که امام احمد به چی به شوهر و به فرزندم چی زن به چی شیر پیدا میشد، ها حتی مثلا چی بکر به یعنی هم دختری بکر به یعنی اصلا دختری که اصلا نول چی شوهر نکردگی فهمدید شوهر نکردگی، یا که مثلا زنی کلان سالی که خلاص وای چی شد یعنی از شوهر یا از فرزند یعنی همینای هم یعنی نام همین حالا شیرش تاثیر میکند یا نمیکند جمهور اهل علم میگن که تاثیر میکند، این هم چی میکند یعنی تاثیر میکند، ها این چی میکند تاثیر میکند، لیکن فقط از طرف چی میشه از طرف زن میشد این حالتنده، این حالتنده چی میشد از طرف زن میشد. چه طرف زن نه یعنی این زن هم یعنی چی میشه مادر میشه خلاص فقط خشوی چی میشه یعنی خشوی زن، شوهر نه شوهر داخلش نه شوهر بیگونه میشه ها داخلش نه خلاص های بیگونه میشه یعنی چی میشه یعنی شوهر خودش یعنی چی شوهر مادرش میشه، ها شوهر چی میشه یعنی مادرش میشه و این چی میشه یعنی این دخترین به ربیبه میشه یعنی فقط همین. اما مثلا چیاش اما کوشویو این به تاثیر نمیکرد یعنی این به تاثیر سه بار شد قولی جمله میگیم نه چه سه بار سه بار یعنی شیر خورد قولی که میگیریم قولی جمله میگیم نه قول راجحه که مثلا امروز فتوای چیزا می 5 بار تو 5 بار نشه حساب نمیشه یعنی تو 5 بار نشه چی حساب نمیشه یعنی چخیل کودکان مادرشه نه گفتم که این چیز فقط یعنی نه سوال مهم جدا این چیز یعنی کودکان مثلا چی یعنی اینجا مثلا چی گفتم مادر این ما حق مرضع به گفته استودیم اكون اینجا چی مرتضع های المرتضع یعنی شیر خورنده یعنی گفتم مرضع یعنی شیر دهنده تمام خیشاش مرتضع به خیش میشد، لیکن خیشای مرتضع چی خیشای چی مرتضع چی خیشای مرتضع هیچ کس داخلش نینوبه کودک یعنی ها کودک پدرش ها میگه خلاص میگودین وای به داخلش نمیگود که یعنی خلاص این چی یعنی ها این ها مادری فرزندم گفته ها یا این مثلا خواهری چی گفته مثلا چی میخی کردن نیست یعنی برای همین جمهور اهل میگفتن که لا باس گفتن هم به یعنی جمهور اهل علم میگن که یعنی لا باس میگن یعنی آدم فرزندش مثلا چی وای ها یک زنی بیگونه شیر داد
خلاص وای زنه مثلا چی وای متد مثلا چیکار کند یعنی زنی بگیرد زنی بگیرد یعنی چی میشد یعنی ها چی میشد یعنی میشد فهمدید الا بعضی اهل علم مثل شعبی بعضی اهل گفتن که فقط چی به استثناء کردن ها خواهر پسر بود این از پسرنده چیه یعنی وای زننده چیه دخترش وای دختر این پسر به چی میشه خواهر میشه همین خواهر پدرش گرفت میشه یا نمیشه یعنی لا با از جهت مثلا چه تحریم نه لیکن از جهت غریب میشه چی میگوستون زنت کی گفت میگه که زنم یعنی خواهر پسرم یعنی خواهر پسرت یعنی چقدر دخترت دادن کار گرفتی یعنی آدمو دوی مثلا چی یعنی باید که نیم ساعت شیت شرط آدمو بیانه ها درباره زنش گفتنی باشه نیم ساعت شرط که چخیل 70 سوال پیدا میشه یعنی این تو که آدمای حیرت بند انداز این کار بهترش نکن گفتن و الا یعنی چی وای چی وای حلال برای همین یعنی وای چی یعنی این به تاثیر نمیکنه فهمیدید وای به تاثیر نمیکنه یعنی این چیز ها مادری من یک دختر شیر داده وقتی کودکش ولی کودک یعنی که اپا داره من اپا یا کودک را کشته میکنم وای کودک چی دارد اپا داره و مادری من شیر داده گیرد ها مادر روزه وای میشه خود گفتم که چیزه یعنی شما مادرتون مادر شما وای دختر بچه مادر میشه وقتی که 1 ساله 2 ساله بود شیر داده بود ها وای دختران داده چی وای خواهرش های طبعا خواهرش از دیگه پدر مادر دیگه وای به شیر ندادگی خود همین چیزی گفتم که وای شما به داخلش نه وای شما به داخلش نه شما وای میتونه زن کار گرفته یعنی باز وای گفتم که فقط که به مرتضی خودش بگفتیم یعنی ها فهمدید یعنی وای دختر شما برادر شما وای خواهر شما میشن لیکن خواهر وای خواهر نمیشه شما به خواهر وای خواهر نمیشه شما به خواهر وای چه نمیشه یعنی خواهر نمیشه یعنی شما به ها نه میراث بده چی نه یعنی این میراث به چی نمیشه یعنی میراث نمیشه رضا نمیشه یعنی میراث نیست میراث بین مراد ها نه میراث نمیشه یعنی میراث بینشون چیز فقط این فقط چی نمیشه محرمی هم نمیشه یعنی ولی هم نمیشه میراث هم نمیشه بین اینا چیه ها خیلی که مثلا هم نزد مادرش هم پدرش هم خیلی میشه باید خیلی میشه تو چون گفته ولی نمیشه آدم نه یعنی که ما باید دختر دوزی نه سو آورده ولی